خالد قیمی هستم با مشروع خبرها. بند سلما سوی رئیس جمهور غنی و نریندرا مودی نخست وزیر هند در ولایت هرات رسما افتتاح شد. رهبران هند و افغانستان با فشار دادن از وجه گشایش بند سلما میگویند دو کشور برخلاف آن در کشورهایی که ویرانی به بار میآورند کار مشترک میکند، اما آقای مودی تاکید دارد هیچ قدرت نمیتواند مانع پیشرفت افغانستان شود. رئیس جمهور غنی نیز در کنار ستایش از همکاری‌های هند از این کشور میخواهد افغانها را در بخش‌های پروژه زیربنایی کمک نماید. حاصل حوزه مجلس نمایندگان از افتتاح پروژه بند سلما استقبال کرده و اهمیت آن برای شهروندان کشور تاکید دارند. نمایندگان مردم در مجلس میگویند به بهره سپرده شدن بند دوستی افغان هند که ظرفیت تولید 42 مگاوات برق را دارد برای افغانستان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. به گفته این نمایندگان کمک هند میتواند رابط میان دو کشور را بیشتر از پیش تحکیم باشد. انتحاری و افراطیت در اسلام حرام بوده و کسانی که دست به حملات انتحاری میزنند از اسلام نمایندگی نمی کنند. برخی علمای دین با اشاره به این موضوع مداخلات امریکا و کشورهای اسلامی را افزایش دهنده افراطیت در منطقه می‌خوانند. همزمان با این مشاورت حقوقی رئیس جمهور غنی سیاسیون را در استفاده ابزاری از قانون برای رسیدن به قدرت متهم می‌کنند. شستان در نهادهای قضایی کشور به دلیل آلوده بودن با فساد بازداشت شدند. دادگاه عالی کشور از راه اندازی مبارزه جدی با فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی کشور خبر داده می‌گوید در تازه‌ترین مورد شستان را به دلیل آلوده بودن با فساد بازداشت کردند که هنوز هم روند بررسی و پاکسازی نهادهای عدلی و قضایی از وجود فساد ادامه دارد. در این حال از طرف محکمه کشور تطبیق حکم اعدام را در کشور شرعی می‌داند و تأکید دارد آن بر اساس قوانین نافذه کشور عملی شدن آن را جاری می‌دارند. اعضای مجلس نمایندگان از حکومت می‌خواهند تا جداً جلوه دامن زدن مسائل قومی یا احزاب در کشور را بگیرند. آنان با اشاره به بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت‌های شمال کشور تاکید دارند که در این اواخر در ساحات مختلف اقوام به جان هم انداخته شده که این میتواند آب را به آسیاب دشمن بیاندازد. آنان در این حال بر زمینه‌سازی هرچه زودتر برگزاری انتخابات پیشرو سوی حکومت تاکید می‌ورزند.